سلام دوستان عزیز، هموطنان گرامی، برادران مهربان. از همگی شما تشکر میکنم که امروز به یک ختم قرآن همراه ما حاضر شدید. بسیار زیاد خوش آمدید، خصوصا دوستای از راه دور، هلند، دامبورگ و دیگر شهرهای دور و نزدیک که امروز به کنار ما آمدند. بعد از 5 سال زحمت، تلاش زیاد ما تانستیم این سالون کامل بسازیم. امروز بسیار خوشحال هستم که این لحظه ها را به شما عزیزان تقسیم میکنم. از ته دل خوشحال هستم که در آینده برای مجلس های عروسی ها، جشن ها و دیگر مجلس های خوشی در اختیار شما این سالون را بگذاریم. آرزوی من این است همیشه در اینجا خوشی، اتحاد، احترام و خاطرهای خوب ایجاد شود. حتی در لحظه‌های غم و مراسم‌های قبلگیری این سالون خدمت هموطنان عزیز ما خواهد بود. من تشکر میکنم از تمام تیم و همکارا ما و از تمام کسایی که در این مدت طولانی در کنار ما بودند و ما را حمایت کردند. بدون کمک صبر و پشتیبانی شما این کارا ناممکن بود. از صمیم قلب از خانواده، دوستا و خصوصا از مراجعان تشکر میکنم که سنگ و بنیاد این سالون را گذاشت و متصفانه پیش از 2 سال پیش میان ما رفت. قدرت و حمایت این همیشه در قلبمان باقی خواهد ماند. همچنان از مادر من و فامیل نازنین من تشکر میکنم که همیشه در کنار ما بودم و تمام سختی ها ما را حمایت کردم. بسیار تشکر از خود شما بودم که آمدیم ما یک غذا سالی برای شما آماده ساختیم. اگر انشاءالله بعد از این غذا سالی هم گذار کردیم و یک شام موسیقی غزلی هم خوشحال بشم کل شما به کنار ما بستکیم. انشاءالله از این سالون خوش شما آماده باشه. انشاءالله ما جشنهای خوشی شما را همراهی هم در اینجا بگیریم. بسیار زیاد تشکر. از لال محمد جان درانی میخوام یک دفعه تشکر. از آقای ناصری هم بسیار زیاد تشکر بودن کنار ما. انشاءالله اینجا سال بودم، زحمات رو کشیدم آمد و از دنجانم از صحبتانشان بسیار زیاد تشکر. عرض سلام و ادب دارم و تک عزیزان و خواهرانی که اینجا تشریف دارم. من هم از طرف خود و از طرف اتحادیه هنرمندان سینماگران اروپا و از طرف اتحادیه مسجد حاجی گرامی افغان و از طرف فامیل های نورانی و همچنان از طرف فامیل های بزرگی که در شهر اسن آلمان و اطراف شهرهای اسن زندگی دارند و امروز به خاطر افتتاح یک سالون مجلل که واقعا بی‌نظیر است با زحمات زیاد از طرف فامیل احمدی، خصوصا مصطفی جان احمدی و برادرانشان و فامیلشان دور شده و تهیه شده و در خدمت هموطنان عزیز ما قرار دارد به خاطر محافل خوشی و محافل از همه ما شما. افتخار وطن ماست، افتخار مردم ماست، افتخار تمام افغانان عزیز ماست که در خارج از کشور زندگی دارند. قبل از همه برشان تبریک میگم و از خداوند لایزال آرزو دارم که این زحمت میکشیدن بازارش برشان خداوند عطا فرماید. در اخیریت دعا میکنم برشان که روح پدرجانشان شاد باشد که سنگ تهدام
چنین اماکنی را گذاشت که دوستا و عزیزای هموطنان ما آسایش پیدا کنند و مشکلاتشان حل شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شأنك هو الأبتر. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا سيدنا وسندنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خداوندا این سالن زیبا را برای همه ما شما خصوصا برای مصطفیان و فامیل محترمشان مبروک بداریم. خداوندا تهدا و زیرکی داشته با آرزوهایشان برسانید و خدماتی که عرضه میکنند اجرش خداوند برسان عطا فرمایید. خداوندا اتفاق، اتحاد، همبستگی، محبت در بین افغانای عزیز ما در هر کجای دنیای پهناور هستند، خصوصا در شهر اسن، شهرهای شهر کیشن و شهرهای اطراف اسن عنایت فرمایید. خداوندا اتفاق، اتحاد، همبستگی تمام افغانای عزیز ما را در داخل کشور و خارج کشور بدید. خداوندا با برکت روز سند و مبارک صورت گرفت جنگ ها را از دنیا بردارید، خصوصا از افغانستان عزیز و از سر مسلمین و مسلمان جنگ دور بدارید و ما را به خوشی ها برسانید که ما به خوشی های خود را در این سالون بگیریم. و باز هم برای مصطفی جان تبریک میگم و دعا میکنم که پدرشان خداوند بیامرزه و همه رفتگان ما شما را خداوند بیامرزه. هر بزرگایی که در شهر اسن اماکن جور کردن، مسجد جور کردن، سالون جور کردن، دوکان جور کردن، به خاطر رفاه افغانهای عزیز ما خداوند اجر عظیم نازشان کنند. و ما توفیق الا بالله علیه توکلت و الیه انیب برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک الله خیر. مبروک باشد. خداوند و عزیزان عزیزم جور صد داشته باشه. یک دعا کنین برای دنیا آدم که یک برکت است. مصطفی جان خو قصر سفید آباد کرد اما خواست سیاست ترامپ را پیش نبرد. درست بیاد خداوند موفق داشته باشه، خوشبختی و رفاه شما و همه همکارانش نصیب بگردانم و این مکان وحدت و اتحاد و اتفاق و